الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امید است که دوستان و برادران مجاهدم در هر جایی که هستید جور و صحتمند باشید. بله سامعین محترم، بحث ما درباره تعریف لغوی و اصطلاحی شجاعت روان بود. حال میاییم بحث خود را درباره شناخت شجاعت و بزدلی و تشویق نمودن به صفت والای شجاعت ادامه میدهیم تا باشد سبب دلخوشی امت اسلامی شود. بله برادران مجاهدم، همانا ضد شجاعت بزدلی و ترسو بودن است. بزدلی از جمله اخلاق ناپسند و زشت است که رب العالمین او را و صاحبش را دوست ندارد. اگر شخص بجای شجاعت بزدلی یا همان جبن و ترسو بودن را انتخاب کند، پس ذلیل‌ترین و پست‌ترین مردمان در دنیا و آخرت خواهد بود، چون در دنیا نه از جان و ناموس و مال خود دفاع کرده می تواند و نه به اوامر الهی که رابطه مستقیم با شجاعت دارد عمل کرده می تواند. بله برادران مجاهدم، اعمالی که شخص بدون شجاعت نمی تواند اونها را انجام دهد عبارت است از قتال و جنگیدن در راه الله متعال، استشهاد و انغماس، امر به معروف و نهی از منکر و اقامه خلافت اسلامی و نافذ کردن شریعت و دفاع از مال، جان، ناموس و عزت و شرف خود و مسلمانان. چنانچه ابن حزم رحمه الله تعالی می فرماید حد تعریف شجاعت عبارت است از تلاش نفس تا حد مرگ به خاطر دفاع از دین، ناموس و دفاع از همسایه در مقابل ظالم و دفاع از مظلوم از جور و ستم در مال، آبرو و عزت و فدا کردن جان خود خاطر دفاع راه‌های حق، برابر است که مخالف کم باشد و یا زیاد. بله سروران گرامی، برای بسیاری از مردمان شجاعت و قوت مشتبه شده است، در حالی که شجاعت و قوت با هم متفاوت هستند. پس شجاعت ثبات قلب را در نوازل گویند، اگرچه ضعیف الجسم باشد. به طور مثال ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه شجاعترین مردمان بعد از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بود، در حالی که عمر فاروق رضی الله تعالی عنه و دیگر اصحاب کرام از او قوی‌تر بودند، ولی با ثبات قلبش بر اصحاب کرام در میدان رزم برتری داشت. میدان رزم‌هایی که کوه‌ها را در لرزه می آورد، اما او ثبات قلب داشت و آرامشی که صحابه‌های دلیر و قهرمان به او پناه می بردند و او استوار و دلگرمشان می کرد. بله برادران مجاهدم، در بین شجاعت و جرأت هم فرق وجود دارد. شجاعت از ته دل است و دل را در هنگام ترس ثبات و استقامت می دهد و شجاعت صفتی است که از صبر و گمان نیک تولید شده است و هرگاه که فکر پیروزی کند کمکش می کند و استوار می شود. چنانچه جبن و بزدلی از بدگمانی و عدم صبر تولید شده است، پس فکر پیروزی نمی کند و صبر نیز کمکش نمی کند. اما جسارت یک عملی است ناشی از بی‌تفاوتی و عدم توجه به عواقب آن
و خود را در جای پیش می کند که اونجا نباید قدم نهد و به عوارض اون نمی بیند، یا این طرف شود و یا آن طرف. به هر صورت برادران مجاهدم، شجاعت و دلاوری یک صفت والایی است که مورد پسند الله متعال و تایید رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و عمل صحابه کرام است. در اخیر از الله متعال می خواهیم من شما را از صفت شجاعت محروم نسازد.